بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من بناء الأفعال الصرف. إنك ما درسي خضرة از كتاب الصرف بنامي بناء الأفعال دوام دهم موضوع درس مونيز همون وسيطة منها لملحق دحرجة. ملحقات شش بابی ملحقات را گذشته سادیم. درس امروزه سر میشد از کجا؟ الباب الخامس فعلل يفعلل فعللة وفعلالا موزونه جلبب يجلبب جلببة وجلبابا وعلامته أن يكون ماضيها على 4 أحرف بزيادة حرف واحد من جنس لام فعله في آخره وبناه للتعدية فقط نحو جلبب زيد عمرا إذا ألبسه الجلباب. مهم باب پنجم الباب الخامس أي من الستة از همون 6 باب پنجم باب است چه؟ فعلل يفعلل فعللة و فعلاله، یعنی که اینا همی وزن اهمیت ندید، اینا فعلی که به همی وزن می بود تماشا کنید چه خلاصه. موزونه هم وزن همین جلبب یجلبب جلببة و جلبابا می باشد و علامت این چی بود است؟ فعل موضعش على 4 احرف عبارت از 4 حرف می باشد، مانند چخل جلبب اصل این جلبه می باشد، بعد از آن جلببه شد بزیادت حرف واحد من جنس لام فعله في آخره، با علاوه شدن یک تا حرف از همون جنسی لام فعلش در آخرش، یعنی که رنگی همون چه لام فعل با یک دیگر لام پیدا شد، دو تا بی شد. و بنای این للتعدیه فقط برای متعدی کردن متعدی بود است، یعنی مفعول طلب. برای مثال جلبب زید عمرا میگویند وقتی که البسه الجلباب، وقتی که به عمرو جلباب پوشاند، یعنی زید عمرو جلباب پوشاند. جلباب گفتم لباسی دراز میگویند، کرتی دراز میگویند و چی میگویند؟ جلباب میگویند. مهم الباب السادس فعل يفعل فعلية وفعلاء موزونه سلقي سلقي سلقية وسلقاء وعلامته أن يكون ماضيها على 4 أحرف بزيادة الياء في آخره وبناؤه للتعدية نحو سلقيت رجلا. ويقال لهذه الستة الملحق بالرباعي، ومعنى الإلحاق اتحاد المصدري الملحق والملحق به. خب مهم بابی ششم من الستة، یعنی از همین 6 باب آخرونش فعلا بود است. فعلا یفعلی این کمتر مشکل است، ولی این میموند انشاءالله در دیگه کتابای صرف میگذاریمش. فعلا یفعلی فعلیتن مصدرش و فعلا انم نیز چی میشد؟ مصدر میشود. هم وزن این سلقای سلقی سلقایتن و سلقاء میشده است. علامت این باب ان یکون ماضیه على 4 احرف، یعنی فعل موضعش از 4 تا حرف عبارت بوده است، مانند سلقا که در اصل سلقا می باشد، سلقا، بعد از آن سلقا شد بزیادت الیاء فی آخره، با علاوه کردن یا در آخرش. اساسا این صورتش صورت یا است، ولی همون یا را با الف عوض کردن سلقا شد. اگر نه یا می باشد دیگه سلقی می گفتنش. هم خلاص. بنای این باب برای چی بود است؟ برای تعدیه، برای مفعول طلب کردن فعل بود است. برای مثال سلقیت رجلا، یعنی یک مرد را، یک کس را تو با پشت خواباندی. وقتی یک کس مثال گیریم شتش میزنی یا که میزنیش میافتد با پشت، یا که مثال بیمار است او را با پشت میخوابانی، میگویند که سلقیت رجلا. سلقیت سلقا فعل میشده، تا فاعل شده است، رجلا مفعول به شده است، مفعول طلب بود است. و یقال لهذه الستة، یعنی همین 6 باب رو گفته می شود که الملحق بالرباعی، یعنی علاوه به باب های رباعی یا که به باب رباعی در برابری، یعنی رباعی ها با همین 6 باب هم بوده است. و معنای الحاق یعنی متحد گردانیدن دو مصدر بوده است.
فهمیدید؟ یعنی متحد یک خیله بودنی دو مصدر، مصدری الملحق مانندی مثال گیریم جلببتن و جلبابن، گفتیم که جلببتن و جلبابن دو تا مصدری همین ملحق، یعنی که همین شش بابا مصدرش بینید مصدرشون یک خیله میبیوند با ملحقی بهی، یعنی با بابی دحرجه. اما بابی دحرجه را اگر یاد داشته باشه، یا که بگیم همون فعلله را اگر باب باشه یاد داشته باشه، یک تا باب بود که هوای هم دو تا مصدر بود، مانندی دحرجتن دحراجن، همون دو مصدری یک باب با مصدرهای این شش باب یک خیله آمدنش به میگویند که چه؟ ملحقی رباعی میگویند. اگر پرسن که برای چی این شش باب را نیز ملحق به رباعی میگویند، یا که میگویند که ملحق لدحرجه میگویند، میگید که برای خاطر آن که این شش باب نیز مصدرشان هم مانندی یا که هم وزنی بابی دحرجه می باشند. حاضرش به همین قدر کفایت میکنند. به همین شکر الله، یعنی که شش باب را برای ملحقی دحرجه تمام کردیم و انشاءالله درس آینده وثلاثة منها لما زاد على الرباعي المجرد وهو على نوعين، یعنی که با رباعی مجرده میگذاریم که این دو خیل میشود. انشاءالله درس آینده پر میگذاریم. و صلی اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.